با سلام و احترام، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو من قصد دارم که آموزش نحوه تعویض لامپ این پنل بخاری پژو، پنل قدیمی رو بذارم، چون تو داخل اینترنت خودم دنبالش میگشتم و نبود و الان گفتم که بذارم، شاید کسی مثل من لنگ باشه و نیاز داشته باشه. ببینید شما اول اینکه این پنل وقتی میخواید از داخل روی ماشین باز بکنید، اینجا 2 تا سیم اینجا قرار داره داخل این پین، هم این ورش هست هم این ورش هست. شما یه دونه فازمت بندازید زیر این سیم رو در بیارید، راحت بعد از این کارو بعد از اینکه سوکتاشو در آورید انجام بدید. خیلی راحت میتونید این پنل رو از داخل داشبورد بکشید بیرون. بعدش این پنل میفته دستتون دیگه، یعنی اینه. ببینید اینجا این اگه دقت بکنید من از قبل بازش کردم، خار داره اینجا، ببینید. و عرضم به حضورتون که اینا یه سری اینجا اگر دقت بکنید، حالا من کندم، بذارید بهتون نشون بدم. این شاسی ها رو داره که اینا رو یه اینطوری کج بکنید بکشید در میاد. بعدش یه پیشگوشتی 2 سویی بندازید لاش، اینو در بیارید که میبینید اینجا جای خاراش هم هست. تو که مشاهده میکنید این در اومد، این بذارید کنار. حالا تمیزکاری میخواید بکنید، این 2 تا مال ایر کاندیشنر و هوا تهویه‌اش هم ازش با خودش خارج میشه. حالا ما میمونیم و این ببینید اینا حالا خیلی متوجهش نمیشن. شما این حالا پوشش هم میبینی، یه دونه جای لامپشو میبینی، در صورتی که این 2 تا لامپ جای لامپ داره. اینجا رو اگر دقت فرمایید 2 تا دونه پیچ داره، ببینید یه دونه پیچ این ور داره این وسط، یه دونه پیچ اون ور داره که میگن آقا به اصطلاح این پیچای مخفیه. من ویدیو رو قطع میکنم، این پیچا رو باز بکنم تا بقیه‌اش هم بهتون نشون بدم. خب دوستان، همونطوری که میبینید من این پیچا رو باز کردم و این پیچا رو باز میکنید، این از این پشت خیلی ساده و راحت در میاد. ببینید اینو میذاریم کنار. حالا اینجا اون یه دونه جای پیچشم که مخفیه قشنگ معلوم میشه. اینم الان باز میکنم، اینم 2 تا پیچ داره، ببینید یه دونه خار داره اینجا با یه دونه پیچ، یه دونه هم پیچ هم اینجا داره که اینو الان من باید باز بکنم، دوباره ویدیو رو برای شما نمایش بذارم. خب من اینم باز کردم که این مال فن بخاریه، ببینید که 4 سرعت هم هست، جاش اینجا میخوره. حالا این هم اگر یه وقت خراب بشه یا معیوب بشه، شما فکر میکنم اگر قطعش داخل بازار باشه بتونید پیدا بکنید تا تعویض بکنید. این هم اینطوری میتونید اینجا، اینا جای چراغاشه که من در آوردم، اینطوری جا بندازید. البته این لامپا قابل تعویض نیست، ببینید من چون نمیدونستم این لامپا رو از ته شکوندم این داخل، چون میخواستم تعویض بکنم متوجه شدم که نه، اینا قابل تعویض نیستش و ظاهرا باید کامل خریداری بشه لامپاش. توی لامپا رو تو میذارید جا و یا میبندید، یا اگه میخواید عوض کنید لامپا رو میپیچونید و خیلی ساده یه دور میپیچونید و در میارید. امیدوارم که کارتون را بیفته. این هم یه تمیزی بکنید بعد از اینکه بازش کردید که دیگه سفت کار نکنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد منو دنبال بکنید، ویدیو رو هم لایک بکنید. خیلی ممنونم، متشکرم که تا انتها تماشا کردید. خدا نگهدار.